دوستان، با یه ویدیوی جذاب دیگه در کنار شما هستیم. من اینجام تا در رابطه با ویدیوی قبلی تمام اون سوالات و دغدغه هایی که ذهن شما رو درگیر کرده جواب بدم. دوستانی که ویدیو قبلی رو ندیدن حتما اون ویدیو رو ببینن تا بهتون در رابطه با نکاتی که شاید هیچ جایی بهتون نگفته باشن در رابطه با کیف کمک‌های اولیه، یا بهتر بگم کیفی که نجات دهنده زندگی هاست، آموزش بدم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید تا بهتون تک تک این نکات رو آموزش بدم. کیف کمک‌های اولیه فقط یک جعبه پر از وسایل نیست. در دل خودش یادآوری میکنه که جان چقدر ارزشمند است. هر چسبی، هر باندش، هر ابزاری از اون نشونه‌ای از اهمیت لحظه نجات است. شاید در دستان تو همین کیف ساده بتونه ضربان زندگی بازگردانه. هدفش اینه که ما یاد بگیریم مسئول باشیم، در سخت‌ترین شرایط زندگی امید رو از زمین برداریم و به کسی هدیه بدهیم. پس لطفاً همین الان این پیج رو سابسکرایب داشته باش و اون زنگوله خبررسانی رو روشن کن تا هیچ لحظه ای از آموزش و انگیزه رو از دست ندهی. کیف کمک‌های اولیه یکی از اساسی ترین تجهیزاتی است که امروزه در زندگی های ما کاربرد زیادی داره. اما سوال اینجاست: چه کیفی، چطور و کجا، با چه وسایلی مورد نیاز ماست؟ در ادامه این ویدیو من به شما وسایل و کاربردشون رو کامل توضیح میدم و خودتون به شخصه نسبت به اون شرایط و محیطی که زندگی میکنید وسایل مورد نیاز کیف کمک‌های اولیه خودتون رو انتخاب کنید و در اولین فرصت جان عزیزتون رو حفظ کنید. پس لطفاً تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اولین و اصل اساسی در کمک کردن حفظ سلامتی خودتون هست در هر اتفاقی و حادثه‌ای که رخ بده. پس بیاییم با کمترین وسایل و حداقل وسایلی که در دسترسمون هست حفظ سلامتی خودمون رو در اولویت قرار بدیم. وسایل حفاظت فردی وسایلی هستن از جمله دستکش یا همون دستکش یک بار مصرف یا دستکش استریل هستش یا بهش میگن دستکش لاتکس، و گزینه دوم ماسک هستش، یعنی حداقل وسایلی که سلامت شما رو حفظ میکنه. کار اینا چیه؟ دستکش استریل میاد شما رو از ترشحات، خونریزی هایی که هست و مواد آلوده‌ای که در محیط قرار دارن سلامت شما رو حفظ میکنه. ماسک یک بار مصرف زمانی که یک بیمار با سرفه‌هاش و یا بیماری‌های عفونی مثل سل یا کرونا یا سرماخوردگی، آنفولانزا درگیر این بیماری هستش، شما در حین کمک کردن زمانی که با تنفس‌ها و با محیط آلوده در ارتباط هستین، این ماسک میاد خیلی درصد زیادی از اون آلودگی‌ها رو اجازه ورود به بدن شما رو نمی‌کنه. در نتیجه جان و سلامت شما حفظ میشه. پس همین ابتدا میگم که مهمترین و اساسی ترین اصل در کمک‌های اولیه حفظ سلامت شماست. در این قسمت شما رو آشنا میکنم با وسایل پانسمان و کنترل خونریزی. گاز استریل، باند کشی و یا باند پانسمان، استفاده از چسب‌های ضد حساسیت و قیچی. در این قسمت چسب زخم، پد الکلی، پماد سوختگی و بتادین. از اولین مورد شروع کنم گاز استریل هستش. شما با گاز استریل شما باید در زمانی که خونریزی هایی که اگر بسیار ناچیز باشن که از چسب زخم استفاده میکنید،
اما اگر دچار خونریزی‌های زیادی شده که قابل کنترل نیستن، شما باید از چند گاز استریل روی هم گذاشته و در اون محدوده‌ای که جراحت ایجاد شده فشار وارد کنید 5 الی 10 دقیقه تا خونریزی قطع بشه. اگر خونریزی قطع نشد، شما تعداد گازها باید زیادتر بشه، فشار مستقیم بیشتر و پانسمان کردن با باند کشی و یا باند پانسمان. باید اون قسمت رو کامل محکم ببندین در حدی که فقط خونریزی کنترل بشه. بعد از اون چسب‌های ضد حساسیت هست. شما از چسب‌های ضد حساسیت، اسمش روشه، ضد حساسیت، یعنی شما میتونید برای هر کسی استفاده کنید و باعث حساسیت نمی‌شود براشون. مورد بعدی استفاده از قیچی هستش. زمانی که شما دسترسی به یک محیط و یعنی لباس‌های بیمار اجازه مشاهده کردن اون زخم و پانسمانشون رو نمیده، کنترل خونریزیشون نمیده، شما میتونید از قیچی استفاده کنید و اون محدوده‌ای که دچار خونریزی شده رو قیچی کنید و دسترسی راحت‌تری بهش داشته باشید. یا از قیچی میتونید در زمان مثلا کمربند بیمار یا در داخل ماشین گیر افتاده هستش و شما میتونید با قیچی کمربند رو ببرین، یا آزادسازی بیمار با قیچی. دیگه اون بستگی به اون محیط و اون شرایطی که ایجاد شده شما میتونید تصمیم بگیرید چه استفاده‌ای از قیچی انجام بدید. به جز اون میره سراغ گفتم چسب زخم، گفتم پد الکلی. پد الکلی برای زمانهایی هستش که یک خراشیدگی و زخم خیلی سطحیه که اطراف اون زخم پر از خاک، پر از آلودگی هستش. شما با پد الکل میتونید اون ناحیه رو خوب تمیز کنید و استریل کنید تا مقداری از اون آلودگی در اون منطقه کمتر بشه. بعد از اون پماد سوختگی هستش. پماد سوختگی ها یا پمادهایی هستن که آنتی بیوتیک هستن و جلوگیری میکنن از عفونت‌هایی در آینده اتفاق خواهد افتاد، و پمادهای سوختگی که برای بی‌حسی و مسکن استفاده میشن که حالت کنترل درد رو دارن. حالا اون در جایگاه خودش و در ویدیوهایی که بعدها خواهم قرار داد در اون فصل مربوطه کامل بهتون توضیح میدم، در فصل سوختگی ها کامل توضیح میدم. بعد از اون بتادین هستش. بتادین نکنید زمانی که یک جسم خارجی دچار بریدگی، خراشیدگی و یا هر جسمی که به پوست بدن شما برخورد میکنه، آلودگی هزاران و حتی میلیون ها بار میکروبی و آلودگی زیادی در سطح اینها وجود دارد. پس در نتیجه ما از بتادین روی زخم استفاده میکنیم تا اون آلودگی ها از بین برن و به حداقل برسن تا عفونت در زخم و وارد بدن شما نشوند. حالا هر کدوم از این وسایل میتونن بسته به شرایط و محیط کارتون، هر کدوم که فکر میکنید بیشتر استفاده میشه و احتمال داره که رخ بده و نیازمند اینها خواهی شد رو انتخاب کنید و در کیف کمک‌های اولیه‌تون قرار بدید. این قسمت میخوام در رابطه با داروهای اضطراری و یا اورژانسی و داروهای ضد حساسیت بگم. اول از همه قرص زیرزبانی و یا آسپرین و یا آتروستاتین، اینها در داروهایی هستن که بیشترین کاربرد رو دارن، برای کسان سالمند هستن و یا توی محیطی که زندگی میکنن سالمند وجود داره و یا سابقه استفاده از داروهای قلبی و ضد چربی و امثال اینها رو دارن. اینها باید اینها رو در کیف کمک‌های اولیه‌شون داشته باشن تا در اولین فرصت اگر داروهای دیگه‌اش و یا اگر پزشکی در دسترس نبود این داروها بتونه جونشون رو نجات بده. داروهای ضد حساسیت داروهایی هستن که برای بیمارانی که مشکلات فصلی دارن، بیمارانی که به گرده گلها و یا غذای خاصی و یا به داروی خاصی حساسیت دارن و یا به نیش حشرات حساسیت دارن، شما میتونید با استفاده از این در اون لحظه باعث بهبود علائم بشین و جونش رو نجات. داروهای دیابت هستن که چه زیاد مثل انسولین، داروهای چه قرص مثل متفورمین، گلوبنگلامین ها، اینها داروهایی هستن که باید حتما وجود داشته باشن
این دارو برای کسانی که قند خونشون بالا هست به صورت خیلی در زمان طولانی مدت که تشخیص داده شده و روتین دارن استفاده میکنن، باید در کیف کمک‌های اولیه نیز چند تعدادی از اون رو داشته باشن. داروی بعدی استامینوفن هستش که شاید شما دچار سردردی بشین یا میگرنی داشته باشن بعضی‌ها، چه بهتره که باشه در دسترس. و یا زمانی که اطفال دچار تب بالایی میشن یا عفونت خاصی دارن، شما در اولین فرصت میتونید از شیاف یا شربت این استامینوفن به میزان خیلی کم استفاده کنید تا جلوگیری بکنه از بیماری‌های بعدی و اتفاقات ناگوار بعد. پماد چشمی هم که فقط برای کسانی که نیاز دارن و مشکل خاصی دارن میتونید در کیف کمک‌های اولیه‌تون داشته باشید. این کل قرص‌ها و وسایل هستن و شما نسبت به اون نیاز و لزومی که میبینید در اطرافتون، در اون محیط کاری که میخواین استفاده کنید و یا محیطی که زندگی میکنید، نسبت به اون شرایط خودتون تصمیم بگیرید. کلیت رو بنده بهتون اطلاع دادم، تجهیز کردنشون با شما. قسمت آخر وسایل رو میخوام به توضیح بدم که شاید هر کسی یک کاربرد خاص و یک استفاده خاص ازش داشته باشه. در شرایط اورژانسی هر کسی به ذهنش یک کاری میرسه که میتونه از اونا یه استفاده خاصی ببره، از جمله کبریت، لیست شماره‌های اورژانسی، دفترچه راهنمای کمک‌های اولیه، سرنگ، آب اسلام، سرم شستشو. خب اولین چیز کبریته. کبریت شما میتونید باش آتیش درست کنید، خودتون رو گرم کنید و توی جاهایی که در کوهستان هستین، در جاهایی هستین در جنگل و اتفاق براتون افتاده، میتونید از این استفاده کنید. لیست شماره اورژانسی، از لیست شماره هایی که میتونید تهیه کنید و در دسترس داشته باشین در زمانی که دسترسی به چیزی ندارین و یا حافظتون یاری نمیده. میتونید مثلا شماره پلیس، آتش نشان، اورژانس و لیست شماره‌های کسانی که میتونن در اولین فرصت بهتون کمک کنن، دوستان، آشنایان، خانواده، میتونید اینها رو کامل در اون قرار بدین تا در اولین فرصت ازش استفاده کنید. دفترچه راهنمای کمک‌های اولیه، دفترچه‌ای هستش که تمام نکات ریز و درشت با تصویر براتون کامل نوشته و توضیح داده و حتی اگر تا آخر این دوره با بنده باشین میتونید این نکات رو یادداشت کنید و خودتون یک دفترچه راهنمای کمک‌های اولیه رو با خودتون داشته باشین. در اون اومده کامل توضیح داده که در زمان خونریزی‌ها چه اقدامی باید انجام بدین، در زمان سوختگی‌ها، در زمانی کسی که ایست قلبی تنفسی میکنه، زمانی که میخواین آتل ببندین و امثال اینها رو کامل براتون توضیح داده تا با شما در اون زمانی که استرس زیادی بهتون وارد شده بتونین با استفاده از اون با آرامش کامل برای عزیزتون و اون کسی که اتفاقی براش افتاده بهترین اقدام انجام بدین. سرنگ هستش که میتونید برای تزریقات استفاده کنیم، حالا اگر آموزش دیده باشین. بعد آب اسلانگ هستش که آب اسلانگ برای معاینه داخل دهان استفاده میشه، میتونین ازش به عنوان آتل‌های انگشتی استفاده کنید در زمانی که انگشت آسیب دیده، دچار شکستگی شده و یا کج شدگی شده، شما میتونید از اون استفاده کنید و خوب فیکسش کنید تا جابجا نشه و آسیب بیشتری وارد نشه و یا استفاده که شاید خودتونم به ذهنتون رسیده باشه و ازش استفاده کنید. مورد بعدی سرم شستشو هستش. سرم شستشو محلولی استریل و شوی زخم‌ها و آلودگی‌هایی که دچار خراشیدگی یا جراحت شده، دچار خونریزی شده، یه جا می‌بینید صورت یک نفر پر خون شده، شما میتونید با سرم شستشو کامل اون محدوده رو شستشو بدین و تا اینکه اون منطقه پاک و استریل بشه و شما بتونید ادامه کار رو انجام بدین و پانسمانی یا اقدام خاصی انجام. رسیدیم به آخر این ویدیو و شما الان کسی هستین که با تمام وسایل کمک‌های اولیه آشناییت دارید و میتونید خودتون بسته به نیازتون کیف کمک‌های اولیه خودتون رو تجهیز کنید.
و برای تهیه هر کدوم از وسایل شما میتونید به نزدیکترین فروشگاه وسایل طبی محل زندگی خودتون و یا داروخانه ها مراجعه کنید و از اونها این وسایل رو تهیه کنید. لطفاً آخر همین ویدیو کامنت، نظر و سوالی اگر داشتین در میون بذارید تا ما در اولین فرصت بهتون پاسخ بدیم. با لایکاتون به همون بیشتر و بیشتر انرژی بدین تا ما ویدیوهای بعدی بهتون آموزش‌های بیشتری بدیم. اما یه سوال، کجا و چطور از این وسایل استفاده کنید؟ منتظر ویدیوهای بعدی من باشید تا بهتون بگم کجا و چطور از اون وسایل میتونید استفاده کنید.